درود به دوستان جان. لحظه لحظتون به عشق و آرامش بشه عزیزان. تو این پیج از طریق خوندن عالی ترین کتاب‌های خودشناسی با خود واقعیمون آشنا میشیم و همین امر میتونه بهمون کمک کنه که زندگیمون داره یه کیفیت بهتری بشه و در زمینه‌هایی که چالش داریم مثل شغلی، عاطفی، ذهنی، مالی و غیره دچار تحولی عالی بشیم و تجربیات عالی‌تری رو تجربه کنیم. کتاب شفای کودک درون نوشته دکتر لوسیا کاپاچیونه و ترجمه عالی گیتی خوشگل رو میخونیم که با کودک درونمون آشنا میشیم و ارتباطی که با این کودک دچار آسیب شده رو شناسایی میکنیم و از نوع ارتباطمون رو با انجام تمرین‌های کتاب قوی کرده و چالش‌هایی که از کودکی با توجه به برنامه‌هایی که در ذهنمون نقش بسته رو تجربه کردیم میتونیم از نوع برنامه ریزی کنیم و در صدد حل چالش‌ها بر بیاییم. و برای اینکه نتیجه عالی از این کتاب بگیریم حتما وایس ها رو چندین بار گوش کنیم و تمرین های کتاب به صورت عملی گام به گام انجام بدیم و با انجام دادن و عملی کردن تمرین ها میتونیم به بهبود کیفیت زندگیمون کمک کنیم. از شما عزیزان میخوام مثل همیشه از کانال حمایت کنید، لایک کنید، برای عزیزانتون کانال پیج رو بفرستید، ساب کنید، کامنت بذارید. به تازه واردینم خیلی تبریک میگم که در مسیر آگاهی قرار گرفتن و من معتقدم هیچ چیزی در این جهان اتفاق نمیافته و قطعا تو مسیر آگاهی هستن و بهبود زندگیشون شاهد خواهند بود. فقط وایس ها رو از ابتدا شروع کنن به گوش دادن، از مقدمه و به ترتیب پیش برن و ازتون میخوام نتیجه تجربی اعمال تمرین ها رو تو زندگیتون تو کامنت ها با همون با اشتراک بذارید. میریم سراغ فصل 7 صفحه 156. رویارویی با والد نکوهشگر درون. ژوزف ژوبرت میگوید کودکان بیشتر به الگو نیاز دارند تا به انتقاد. همه ما در ذهنمان والدی نکوهشگر داریم، ندایی که مدام برایمان پیام میفرستد که آنگونه که باید و شاید خوب یا کارآمد یا کاردان نیستیم. این بخش از روان در گشتالت تراپی ناظر چیره‌گر خوانده شده که مستبد و صالح نما و حق به جانب است. پرز آن را قلدر نیز نامیده است، زیرا با فرمانهایش فکر ما را تسخیر می‌کند و اگر از دستورهایش تخلف ورزیم می‌گوید دوستت نخواهند داشت. خودم این بخش از روان را والد نکوهشگر می‌خوانم. والد نکوهشگر دوست دارد استیلا یابد و رئیس باشد. خودش را عقل کل می‌داند. دوست دارد فهرست بلند بالایی در دست یکایک نقاط ضعف ما را به ما گوشزد کند. اغلب اوقات وقتی با این ندای شاگرد یا مراجعی گفتگو می‌کنم آن فرد حالتی آمرانه یا والدگونه به خود می‌گیرد. بسیار پیش آمده که آن شخص ناگهان متوقف شده و گفته است طوری صحبت می‌کنم که انگار مادرم دارد صحبت می‌کند، یا گفته این که صدای پدرم بود. البته واقعیت نیز دارد. هرگاه منتقد یا نکوهشگر حرف میزند میتوانم سن و سال او را حدس بزنم. اغلب مسن‌تر از خود شخص است. ندایی که به شخصیت کسی که در جلسه حاضر شده شباهتی بسیار اندک دارد. با در نظر گرفتن پیشینه خانوادگی هر فرد، والد نکوهشگر میتواند چهره‌های متفاوت به خود بگیرد و نقاب‌های گوناگون بر صورت نهد و به القاب و نام‌های بسیار درآید. شاید پدر یا مادر یا پدرخوانده، عمو، عمه، معلم یا مدیر مدرسه باشد. والد نکوهشگر به ما میگوید تو نامنظم و تنبل و شلخته هستی، تو ناقلا و آب زیر کاه هستی، تو هرگز به جایی نمیرسی و چیزی نمیشوی، تو بی اندازه احمق هستی، تو یک خپل ابله هستی. قیافت زان میزند، نی قلیون مردنی. روز به روز خیکی‌تر میشی، باید به فکر چاره باشی، باید فکری به حال پوست، مو، پا، دور کمر و غیره بکنی. ظاهر جسمانی شخص یکی از بهترین نشانه‌گیری‌ها برای والد نکوهشگر است، به ویژه آن جنبه‌های جسمانی که نمی‌توان آنها را تغییر داد. مثلا مشکل تو این است که مرد یا زن کوتاه یا بلند به دنیا آمده ای، یا خیلی جوانی یا خیلی پیری، یا چندان ثروتمند یا باهوش و جذاب و زیبا یا اسرارآمیز نیستی.
خلاصه اگر به والد نکوهشگر میدان دهید چنان سرگرم تاخت و تاز می شود که دیگر از پس او بر نمی آیید. والد نکوهشگر تا بارها و بارها ما را به اتاق عمل جراح پلاستیک نبرد آرام نمی گیرد. اگر بخواهیم رضایت او را جلب کنیم به کاری بیهوده دست زده ایم، زیرا بیدرنگ بهانه یا راه دیگری پیدا یا اختراع می کند تا همچنان بتواند از ما انتقاد کند. والد نکوهشگر هیچگاه خرسند نمی شود. به ایراد گرفتن عشق می ورزد چون به جز انتقاد کار دیگری بلد نیست. نهایتاً هر کاری که کنیم از دیدگاه او ناقص و معیوب است. والد نکوهشگر درون در دوران کودکی شخص به خود شکل می گیرد و پرورش می یابد و از همه کسانی که در محیط دوران کودکی انتقاد و سرزنش و ما را دچار احساس شرم می کردن می آموزد. والدین و همه صاحبان اختیار و اقتدار که به ما میگفتند شیطان و بازیگوش، بیهوش و نامنظم هستیم یا حتی اشتباه کردیم، به ویژه اگر پدر و مادر ما نمیخواستند که به دنیا بیاییم. جملگی پیام‌هایی بودند که در طول سالها بر اثر تکرار تقویت می‌شدند و به ما شستشوی مغزی می‌دادند. این اظهارات منفی درونی شده را اغلب نوار می‌خوانند که مانند نوار ضبط صوت در ذهن ضبط شده و در جسم علامت گذاری می شود. مثلا اظهار منفی درونی شده باید از خودت خجالت بکشی که معمولا به عادت بد نشستن یا انحنای ستون فقرات تبدیل می شود. این نوار ذهنی قطعاً به احترام به خویشتن ما صدمه می‌زند و نظام باورهایمان را تحریف می‌کند. وقتی کودکی باورهای منفی درباره خودش را درونی می‌کند، بدین معناست که والد نکوهشگر درونش در حال آموزش ابتدایی است. آنگاه به هنگام نوجوانی والد نکوهشگر درون قادر می شود که صدایش را بلند کند و زمانی که شخص به بلوغ و پختگی می رسد دیگر صدای والد نکوهشگر درون به صورت استریو پخش می شود. گاه در کلاس هایم از شرکت کنندگان می خواهم که تحقیرها و اظهارات منفی والد نکوهشگرشان را به صورتی اغراق‌آمیز به صدای بلند بخوانند. معمولا در انتهای قرائت این فهرست سایر شرکت کنندگان نیز احساس خستگی و بیرمقی می کنند. اکنون خودتان ببینید که ایرادگیری مداوم والد نکوهشگر درون با سطح تندرستی و شادابی وجودتان چه می کند. اکثر شرکت کنندگان در کلاس می گویند که اظهارات والد نکوهشگر آن شخص بی‌شباهت به اظهارات والد نکوهشگر خودشان نبوده است. وقتی انتقادهای والد نکوهشگر درون را به صدای بلند می‌خوانید، می‌بینید که ربطی به زندگی امروزتان ندارد. آنگاه واقعیت اصلی هویت او آشکار می‌شود. امپراتوری عریان و برهنه، قدرت پرستی بی اقتدار، بدین معنا که او همان اندازه صاحب قدرت است که ما به او قدرت بدهیم. در نظر داشته باشید که صدای والد نکوهشگر درون را نباید با ندای وجدان اشتباه گرفت، چون این دو صدا یکی نیستند. والد نکوهشگر درون برای آنچه که هستید به شما حمله می کند. وجدان سالم از ما می خواهد که به ارزش‌ها و رفتارمان بنگریم و ببینیم که آیا با خودمان صادق هستیم، آیا کلام ما با اعمالمان مطابقت می کند و آیا به حرف خود عمل می کنیم. وجدان سالم کمکمان می کند تا زندگیمان صادقانه و نمایانگر خویشتن راستینمان باشد. حال آنکه والد نکوهشگر درون که تحت کنترل نباشد زندگی را به جهنم تبدیل می کند. نخستین بار که پی بردم با انتقاد از کودکان چه صدمه‌ای به آنها میزنیم زمانی بود که خودم مادری جوان بودم. دختر کوچکم تازه راه افتاده بود. روز سختی را پشت سر گذاشته بودم و با داشتن 2 بچه زیر 3 سال دیگر رمقی برایم نمانده بود. دقیقاً یادم نیست که دختر کوچکم چه کرده بود که ناراحت شده و به او گفته بودم واقعاً که دختر بدی هستی. بیش از این هرگز چنین چیزی به او نگفته بودم. اشک از چشمایش جاری شد و با حرارت گفت نه، من دختر شیرین‌تر از عسل خودت هستم. با شنیدن این حرف خودم هم زدم زیر گریه.
در آغوشش گرفتم و گفتم بله، تو دختر شیرین‌تر از عسل خودم هستی. واقعا متاسفم عزیزم، مرا ببخش. هیچگاه آن لحظه را از یاد نبرده ام. همچنین این درس آموزنده را که وقتی کودک برای آنچه که هست دچار شرم گردد تا چه اندازه احساس ویرانی و نابودی می کند. زیرا خاطر نشان ساختن رفتاری نامقبول یک چیز است و هستی کودک را دچار شرم ساختن و به باد سوال گرفتن یک چیز دیگر. رهایی از عادت دچار شرم ساختن خود که در کودکی آن را آموخته ایم، یعنی رویارویی با والد نکوهشگر درون، زیرا این ندا همچنان ما را دچار احساس شرمساری می کند و نه تنها برای آنچه به انجام می رسانیم، بلکه برای آنچه که هستیم وانگهی سراسر وجودمان را ناکافی می داند و برای جلب رضایتش به هیچ کاری نمی توان دست زد. اگر این عادت مخرب را کنار نگذاریم، به گشودن زخم‌های کودکی می‌پردازیم. آنگاه هیچ بهبود و شفایی در کار نخواهد بود. این آزمون عظیم سفر قهرمان است. در اینجا با اژدها، جادوگر بدجنس، با غول و هیولا روبرو می‌شویم و چهره راستین خصم را به همان صورتی که هست می‌بینیم. یعنی همه باورهای منفی که درباره خود داریم. این گرایش که نازیبا و شرم‌آور و بی‌ارزش هستیم. همه این باورها از بیرون آمده اند، یعنی وجود راستین ما نیستند. وقتی آنها را به همان صورت که هستند می‌بینیم، مجال می‌یابیم تا کودک درونمان را برهانیم. یکی از بهترین راه‌ها برای در معرض دید قرار دادن والد نکوهشگر درون این است که چهره به چهرهش قرار گیریم و بگذاریم حرفش را بزند، زیرا معمولا نقاب بر چهره می‌گذارد و همچون موسیقی متن زمزمه می‌کند. به همین شیوه احترام به خود ما را می‌رباید. اما وقتی دور میزنیم تا مستقیما به چهرهش بنگریم، این مجال را می‌یابیم که آن را به همان صورت که هست ببینیم. عضوی از اعضای خانواده درون به هیچ وجه حکمران و رئیس نیست، اگرچه بعضی از والدین نکوهشگر درون بر این باورند که رئیس و حکمرانند. رویارویی با والد نکوهشگر درون. تمرین. لوازم مورد نیاز: قلم و کاغذ و ماژیک‌های رنگی. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر والد نکوهشگر درونتان را بکشید. تمرین. لوازم مورد نیاز: قلم، کاغذ، ماژیک‌های رنگی. در صورت نیاز می توانید از ضبط صوت و نوار خالی هم استفاده کنید. 1. به تصویر والد نکوهشگرتان بنگرید. 2. بگذارید والد نکوهشگر تصویرتان، یعنی با دستی که بر آن تسلط دارید، سخن بگوید. بگذارید همه آنچه را که در این لحظه از زندگیتان می‌خواهد به شما بگوید. بر روی کاغذ بیاورد. بگذارید والد نکوهشگر به صورت دوم شخص صحبت کند. مثلا به میزت نگاه کن، ببین تا چه اندازه نامنظم است. چطور میتوانی در چنین جای کثیف و نامنظمی زندگی کنی؟ واقعا که شلخته‌ای. 3. دیگر بار به صدای بلند یا خاموش سخنرانی والد نکوهشگرتان را بخوانید. شاید بخواهید آن را ضبط کنید و دوباره به آن گوش کنید. وقتی این سخنرانی را به صدای بلند می‌خوانید، واقعاً به شیوه نمایشی و اغراق‌آمیزش اجرایش کنید. وقتی دوباره به آن گوش می‌کنید، بگذارید واقعاً واکنش خود را احساس کنید. شاید این بار به نظرتان مضحک بیاید، شاید شما را به خشم آورد. خواه آن را به صدای بلند بخوانید و خواه خاموش، به احساسهایی که ناگاه در وجودتان می‌جوشد توجه کنید. 4. با دستی که بر آن تسلط ندارید، بگذارید کودک درونتان واکنش‌هایش را نسبت به والد نکوهشگر درون بنویسد. نسبت به احساسهایی که درباره گفته‌های والد نکوهشگر درون تجربه کردید، صادق بمانید. نمونه ای از گفتگوی والد نکوهشگر و کودک جسور. والد درون: نمیدانم چرا هیچ کار را درست انجام نمیدهی. حتی تمرین های به این سادگی را هم درست حل نمی کنی. تازه توجه هم می خواهی؟ البته اگر اینقدر چاق و چله نبودی شاید مورد توجه قرار می گرفتی. مشکل عمدت این است که خویشتن‌دار نیستی. از همه مهمتر، چه وقت می خواهی دست از تنبلی برداری و کارت را شروع کنی؟
تمام مدت در عواطف و احساسهایت غوطه میخوری. اصلا عقل توی سرت نیست. برای همین نمیتوانی کار کنی، چون بچه مانده ای. خودت را جدی نمیگیری. به همین دلیل تا حالا نتوانسته شوهر پیدا کنی. در مورد تحصیلات هم که دیگر شورش را درآورده ای. نه مدرک حسابی داری، نه طوری درس میخوانی که فوق لیسانست را بگیری، چه برسد به دکترا. کودک جسور، از تو میخواهم که فوری دهانت را برای همیشه ببندی، چون حق نداری با من اینطور صحبت کنی. هر وقت مرا به باد انتقاد میگیری دلم میخواهد زار زار گریه کنم. چرا دست از سرم بر نمیداری؟ چرا تنهایم نمیگذاری؟ دیگر نمیخواهم تو را ببینم. تنها کاری که بلدی این است که سرم داد بزنی. دیگه بسه. هرگز به سراغم نیا، چون طاقت تحمل تو را ندارم. فهرست بلند بالای عیوب و نواقصی که والد نکوهشگر درون برمی‌شمارد معمولاً حاوی نظریاتی است که باورهای منفی ما را درباره خودمان آشکار می‌سازد. به هنگام برنامه‌ریزی مجدد باورها برای حذف باورهای مخرب می‌توانیم نخست به اظهارات والد نکوهشگر توجه کنیم. آنگاه با استفاده از عبارتهای تأکیدی باورهای مخرب را به باورهای سودمند و مثبت تبدیل کنیم. یکی از زمینه‌های زندگی که رویارویی با والد نکوهشگر درون را لازم و اساسی می‌سازد موانع خلاقیت است، زیرا والد نکوهشگر درون دشمن اصلی خلاقیت است و اگر به او اجازه تاخت و تاز داده شود ما رو تار و مار خواهد کرد. والد نکوهشگر درون با توقع تعالی و کمال در همه وقت کودک درون را از مرحله آزمایش و تجربه که گام اساسی هر گونه فرایند خلاق است محروم می کند. موانع خلاقیت، ترس از تغییر و دگرگونی، موانع نویسندگی یا دست زدن به سایر هنرها و کمبود انرژی مزمن را نیز شامل می شود. چنین موانع عوارض یا نشانه‌های آن است که کودک خلاق درون به طلسم والد نکوهشگر درون گرفتار آمده است. کودک درون می‌خواهد گفتگو کند، اما اگر نتواند احساسهایش را بروز دهد، قادر به ابراز خلاقیت نیز نخواهد بود. شاید در این لحظه از زندگیتان با مانعی مواجه باشید. آیا چیزی هست که واقعا مایل به انجامش باشید، اما احساس کنید که قادر به انجامش نیستید؟ در این صورت شاید این تکنیک بتواند شما را به گشایش یا آن سوی دیگر برساند تا بتوانید به مراد دلتان برسید. تمرین: مراد دل، لوازم مورد نیاز، قلم، کاغذ و ماژیک های رنگی. 1. با دستی که بر آن تسلط دارید از کودک درونتان بخواهید که مراد دلش را به شما بگوید. چیزی که همواره خواسته که باشد یا انجام دهد. معمولاً این چیزی است که در اعماق وجودش مدفون شده، چون کودک درون می‌ترسیده که مورد تحقیر والد نکوهشگر درون قرار گیرد. ترسی کاملاً برحق. بگذارید کودک درونتان مراد دلش را با دستی که بر آن تسلط ندارید بنویسد. 2. اکنون با دستی که بر آن تسلط دارید بگذارید والد نکوهشگر درونتان عقاید و نظریاتش را درباره مراد دل کودک درون بنویسد. آنگاه کودک درون را تشویق کنید تا با دستی که بر آن تسلط ندارید پاسخ والد نکوهشگر درون را بنویسد. بگذارید کودک درونتان جسورانه احساسهایش را بیان کند. به خاطر آورید که اینجا مکانی امن برای ابراز وجود کودک درون است. 3. اکنون از کودک درونتان بخواهید که تصویر خودش را پس از رسیدن به مراد دلش بکشد. این تصویر را جایی بگذارید که بتوانید اغلب اوقات نگاهش کنید. عادت تجسم ذهنی آن را در خود پرورش دهید. این تصویر را به صورت عبارت تأکیدی بصری مراد دل کودک درونتان به کار ببرید. 4. با دستی که بر آن تسلط دارید گام‌ها یا اقدام‌هایی را که در پیش خواهید گرفت تا کودک درونتان به مراد دلش برسد بنویسید. این گام‌ها یا اقدام‌ها را به طور مشخص در تقویم یا دفتر کارهای روزانه‌تان بنویسید تا تضمین حرمت به تعهدتان باشد. چنانچه دیگر بار با مانع مواجه شدید این تمرین را تکرار کنید. انتقاد از جانب دیگران. هر اندازه که از والد نکوهشگر درون آگاه‌تر می‌شویم، بیشتر به حضور این ندا در دیگران پی می‌بریم. ندای نکوهشگر درون به ویژه در صاحب
قدرتان و کسانی که احساس می‌کنیم بر ما تسلط یا نفوذ دارند آشکار است. شاید آنها در جامعه دارای مقام یا شغلی باشند که ملازم اقتدار است، مثلا قاضی، پلیس، معلم، پزشک، کشیش و غیره. شاید هم در زندگی شخصی ما نقشی خصوصی‌تر ایفا می‌کنند، مثلا والدین، صاحب خانه یا رئیس، حتی شاید همسر یا خواهر و برادر بزرگتر یا بعضی از دوستانمان را در این جایگاه بیابیم. به رغم جایگاه اجتماعی افراد، هر کس که بتواند به طور عمد یا غیر عمد ما را تحقیر کند یا بهراساند، در نقش والد نکوهشگر یا صاحب قدرت عمل می کند. اگر آگاه نباشیم که چگونه والد نکوهشگر درونمان بیرحمانه از ما عیب‌جویی می کند، به آسانی می توانیم انتقادهایش را به دیگران فرافکنیم و از جانب دیگران بدانیم. همه انتقادهایی را که از بیرون از سوی دیگران می آید می بینیم و نسبت به آنها واکنش نشان می دهیم و فکر می کنیم که تقصیر از آنهاست. آنها ما را به باد انتقاد گرفته اند. در چنین فیلمنامه‌ای که خود آن را می نویسیم، خودمان به قربانی مظلوم تبدیل می شویم و آنها، یعنی انتقاد کنندگان ظالم و ایرادگیر و ستمگر، به آدم‌های پلید و بدسگال. راه رهایی از این ماجرا پذیرش مسئولیت نقش و راه خویشتن است، همان گونه که النور روزولت گفته است: کسی نمیتواند آنچه را که خود پیشاپیش با خویشتن نمی‌کنم در حقم روا دارد، به این مفهوم که احدی قادر به انتقاد مخرب نیست مگر اینکه خودمان با آن موافق باشیم و به آن رضایت دهیم. والد حمایتگر میتواند انتقادی را که به احترام به خود کودک درونمان آسیب میرساند نپذیرد. مادامی که صادقانه به شیوه انتقاد از خویشتن خود ننگریم، به آسانی میتوانیم آن را از جانب دیگران بدانیم. برای حل این مسئله باید به ریشه آن به درون خویشتن توجه کرد. برای انجام این منظور لازم است والد نکوهشگر درون را بشناسیم و خودمان با او کنار آییم. تمرین زیر کمکتان می کند تا افرادی را که در زندگیتان به صورت صاحب قدرتان تجربه می کنید مشخص سازید. اگر آنها نسبت به شما گرایشی انتقاد آمیز دارند و شما را مورد داوری قرار می دهند، اجازه دهید که حرفایشان را به روی کاغذ بیاورند. البته بگذارید والد حمایتگر درونتان پاسخهایش را بنویسد. چون آن افراد در اینجا حضور ندارند، کودک درونتان ایمن است. والد حمایتگر درونتان می تواند هر چه می خواهد بگوید. در اینجا نیازی به ادب و احترام نیست. دلیلی برای نجات دادن یا اطاعت کردن از این ندای منتقدانه وجود ندارد. اقامه یا به پا خواستن جهت منافع کودک درون. تمرین: لوازم مورد نیاز: قلم، کاغذ و ماژیک‌های رنگی. 1. به یکی از افراد زندگیتان که شما را می‌هراساند یا خار و خفیف می‌کند بیاندیش. اگر تعداد این افراد بیش از 1 نفر است، در این لحظه فقط به یکی از آنها بیاندیش. 2. با دستی که بر آن تسلط ندارید، تصویر این شخص را در حال هراساندن یا تحقیر کردن خودتان بکشید. در تصویرتان دور دهان او حباب بکشید و حرفایی را که میزند در درون حباب بنویسید. این مرعوب کننده چه میگوید؟ شما چه احساسی دارید؟ احساسهای خودتان را در حبابی بالای سرتان بنویسید، همچنان که در تصویر کنار آن شخص قرار گرفته اید. 3. ادامه گفتگو میان والد حمایتگر درونتان و آن شخص را به صورت مصور درآورید. بگذارید هر دو ندا، یعنی والد حمایتگر درون و آن شخص دیگر، از طریق دستی که بر آن تسلط دارید سخن گوید. به خاطر آورید که می توانید آزادانه هر آنچه را که احساس می کنید بر زبان یا بر روی کاغذ آورید، زیرا آن شخص جسماً در برابرتان نایستاده است. توجه: محرمانه نگاه داشتن این تمرین ضروری است.
اگر احتمال دهید کسی بدون اجازه شما آن را بخواند، بیان صادقانه احساسهایتان دشوار خواهد شد. بدون بیان صادقانه احساسها نخواهید توانست از انجام این تمرین سود ببرید. مختارید به هر شیوهی که میتوانید از حریم خلوتگاه و زندگی خصوصی خود حمایت کنید. 4. با دستی که بر آن تسلط ندارید، دیگر بار تصویر خودتان و آن شخص را بکشید. بگذارید تصویر نمایانگر احساس دلخواهتان در آن وضعیت یا در آن رابطه باشد. 5. تمرین اختیاری. اگر احساس می‌کنید به هنگام ادامه این گفتگوهای نوشتاری برای کنار آمدن با آن شخص به تقویت والد حمایتگر درونتان نیاز دارید، به فصل 6 بازگردید و تمرین کشیدن تصویر والد حمایتگر درون را از سر گیرید. هوشیاری. با دستی که بر آن تسلط دارید، تجربه ای را که از والد نکوهشگر درونتان داشتید بنویسید. تأثیری را که در زندگیتان داشته بنویسید. درباره شیوه کنار آمدن با او چه آموختید. تمرین‌های این فصل را مورد بازبینی قرار دهید. واکنش‌هایتان را بنویسید. احساس می‌کنید در کدام زمینه‌های زندگیتان توسط والد نکوهشگر درونتان دچار مانع شده اید. در فصل 7 یاد میگیریم که به قول جوزف ژوبرت که گفته کودکان بیشتر به یه الگو نیاز دارن تا به انتقاد، یاد میگیریم که برای کودکانمون الگو باشیم تا اینکه هی اونها رو انتقاد کنیم و ازشون نقد کنیم. اگر که کارهای درست و الگوهای درست رو در جلوی کودکان انجام بدیم، اونها از ما یاد میگیرن و همونها رو الگو برداری میکنن و در زندگیشون پیاده میکنن و نیازی نیست که ما همش از کارهای اونها ایراد بگیریم و انتقادشون کنیم. زمانی که کارهای خودمون رو درست انجام بدیم و اونها کارهای درست ما رو ببینن، یاد میگیرن و الگوهای درست رو در ذهنشون حک میشه و همونها رو انجام میدن. ولی زمانی که از کودکانمون هی ایراد بگیریم، هی انتقاد کنیم، باید ببینیم که کارها و الگوهایی که خودمون داریم، اون اعتقادات و باورها و عادتهایی که در ما شکل گرفتن اشتباه هستن که ما اونها رو اشتباهاً به کودکانمون هم انتقال داریم، چون ما اونها رو انجام دادیم، در معرض دید کودکان قرار دادیم. واقعا این مثل یه بخشی از درون ما میمونه که بهش ناظر چیره‌گر گفته میشه، حالا در بحث روانشناسی، و پرز هم اون رو بهش قلدر نامیده که و در اینجا بهش والد نکوهشگر گفته میشه که خودش رو رئیس میدونه و میخواد که روی تمام رفتارها و افکار و باورها کنترل داشته باشه و همش نقد میکنه و انتقاد میکنه و این قسمت از درونمون که همش ما رو نقد میکنه بهش والد نکوهشگر گفته میشه و این بخش از کودکی در ما شکل میگیره با توجه به اطرافیان، به والدهای ما، به سرپرستان ما که هی از ما انتقاد میکردن. این الگوهای انتقادی در مغز ما شکل میگیره و زمانی که هی تکرار میشه به عنوان یه والد نکوهشگر در میاد که ما هر کاری که میخوایم انجام بدیم اون داره ما رو نقد میکنه و نمیذاره که کارمون رو درست انجام بدیم. یه مثال میزنیم، مثلا از افرادی که از ظاهر خودشون راضی نیستن و همش خودشون در معرض عملهای جراحی پلاستیک قرار میدن تا ظاهر خودشون رو تغییر بدن، اون انتقادهایی که از طرف والد نکوهشگر در درون اونها ایجاد شده اونها رو در زیر تیغ جراحی قرار میده و هر چقدر عمل میکنن باز اون رضایت از درونشون به پا نمیخیزه، چون که اونها از درون مشکل دارن و مشکلشون ظاهرشون نیست که با تغییر دادن ظاهرشون بتونن اون انتقادها رو از بین ببرن و یا اینکه سرپوش بذارن. این البته یک مثال کوچیکه در همه مراحل زندگی، چه از لحاظ حالا جسمی، روابط عاطفی، شغلی، مالی، هر زمینه‌ای که میخوان فعالیت داشته باشن، اون انتقادهای درونی نمیذاره که اونها بهترین نسخه خودشون باشن و اون باوری که دارن به اینکه خوب نیستن، کامل نیستن، نمیتونن بهترین نسخه خودشون رو توی اون زمینه ایجاد کنن.
و این والدین نکوهشگر با صدای وجدان یکی نیست. دو تا وجه کاملا متفاوته، چون صدای وجدان میخواد که ما کارمون رو به بهترین امر ممکن انجام بدیم، به بهترین روش انجام بدیم و بهترین نسخه خودمون باشیم تو هر زمینه که میخوایم قرار بگیریم. ولی اون والد نکوهشگر فقط داره انتقاد میکنه و در حقیقت دیدگاه‌های منفی رو به ما تزریق میکنه و یه سری تمارین رو در این فصل آورده شده که این تمرین ها رو میتونیم گام به گام انجام بدیم، روی کاغذ بیاریم، حالا با کشیدن و اون تصاویر والد نکوهشگر و اون مباحثی که راجبش توضیح داده که روی کاغذ بیاریم با دست قالب و غیر قالب، میتونیم واقف بشیم به والد نکوهشگر درونمون و همین تمرین ها میتونه به ما کمک کنه که اون صدای والد نکوهشگر رو بتونیم کم رنگش کنیم. اگرچه خاموش نمیشه ولی دیگه برامون اهمیتی نداره با انجام این تمرین ها و میتونیم اون کودک جسور درونمون رو پرورش بدیم که با اون بتونه مقابله کنه و دیگه اون اذیتمون نکنه و بتونیم توی هر زمینه بهترین نسخه خودمون باشیم. و در آخر فصل هم که قسمت هوشیاری که تو آخر فصل‌های این کتاب آورده شده، گفته که با دستی که بر اون تسلط داریم تجربه رو که از والد نکوهشگر درون داشتیم و بنویسیم و تأثیری که تو زندگیمون داشته رو بنویسیم. درباره شیوه کنار اومدن با اون چه آموختیم و تمرین‌های این فصل رو مورد بازبینی قرار بدیم، واکنش هامون رو بنویسیم و احساس می‌کنیم در کدام زمینه‌های زندگی توسط والد نکوهشگر درون دچار مانع شده، اونها رو هم بنویسیم و اگر بتونیم به درجه‌ای برسیم که کنترل روی احساسات و ذهنمون پیدا کنیم و بتونیم ذهنمون رو افسارش رو در دستمون بگیریم و دیگه احساساتمون رو جریحه دار نکنه و فقط ناظر باشیم نسبت به تجربیاتی که مخصوصا در گذشته داشتیم، در این زمانه که ما میتونیم به ذهنمون مسلط بشیم و زمانی که به ذهنمون مسلط بشیم دیگه هر چیزی نمیتونه شیمی بدن ما رو تغییر بده و احساسات ما رو درگیر کنه و این زمانه که ما میتونیم تصمیمات درست در زندگیمون بگیریم و به بهترین نسخه خودمون تبدیل بشیم. امیدوارم تمرین ها رو انجام بدین، منم خودم انجام میدم و ازتون میخوام که نتایجتون رو با ما به اشتراک بذارید تا همین امر موجب بشه که افراد بیشتری از این تمرین ها بتونن استفاده کنن و تجربیات عالی رو توی زندگیشون خلق کنن.